یه سری تمرین براتون آماده کردم برای اینکه گرم کنید تو ورزش. اینو اون پشتم که می‌بینید اینا واسه قلابه، پوریا واسه قلاب ویدیوه. گرم کردن اول تمرین کامل ببینید، امیدوارم خوشتون بیاد. یه سری چالش‌ها و بدبختی‌ها هم داریم، مثل اون مردایی که پشت سری کارا می‌کنه نمی‌ذاره گرم کنید. اینا هم توش هست، جذابه. ببینید سابسکرایب یادتون نره. مرسی. خب اول وسایل اضافه رو برمی‌داریم که چیزی نمونه. قطعا ما اول اینکه دستامون رو از کتف بچرخونید. فرض کنید چپ و راست یک دایره دارید میکشید، حتما سعی کنید که این کار رو دقیق انجام بدید. حرکت بعدی اینه که دستمون رو به صورت دورانی پشت دست رو به هم دیگه میچسبونید تا اون حرکت کتف رو داشته باشیم. این کار خیلی مهمه چون کمکتون میکنه که اون عضلات پشت و از جلوی سینه باز بشه. حرکت بعدی دست رو میکشیم به سمت بالا، هم جلو هم بالا همزمان. یادتون باشه که کتف باید بچسبه به گوش. این خیلی مهمه که توی این حرکت این کار رو انجام بدید. چند ست اینو انجام میده. اگه نتونستین ایراد نداره، ولی کتفتون رو حتما بکشید. این کشیدن خیلی مهمه. دست رو جلو نگه می‌داریم مثل قایق، سعی کنید یه دایره بزرگ بکشیم. توی این حرکت یه ذره ذهن درگیر میشه چون دست ثابت نگه می‌داری و میری. حالا این که میاد میره. حرکت بعدی اینه که دست رو برعکس انجام میده، یعنی همون شکلی دست رو برعکس انجام میده که بتونی یه بازخورد خوب بگیریم. میریم سراغ موج رو میچرخونیم کامل، هم جلو هم برعکس، حالا به صورت تکی، هم جلو هم برعکس که موج رو گرم کرده باشیم. حالا دست رو میکشیم. توی این حرکت خیلی هم اینا آرنجشون صاف نیست، حتما باید آرنج صاف باشه. یک و دو اینکه از این زاویه نگاه کن، هم آرنج صافه هم که اون 60 رو دارم میگیرم. حالا همونو برعکس انجام میدید و توی این حرکت حتما سعی کنید این 60 رو بگیرید. خیلی ها اینو نمیگیرن، جداگانه میخوان اینو گرم کنن. بعد همین حرکت رو به سمت جلو. این یک فشار عجیبی داره، اگر محکم فشار بدید خیلی بهتون فشار میاد. حالا دست 60 هم جداگانه میگیرید که گرفته باشید، هم جلو هم عقب. حالا دست رو برعکس میکنید و دوباره مجدد یادتون باشه که آرنج صاف باشه، 60 رو بکشید به اضافه انگشتای دست. حتما سعی کنید که توی این حرکت فشار زیادی به خودتون بیارید که اون گرم کردن داشته باشید. اینو روی حرکت جلوی دست و توی این حرکت تو خیلی از دفاع شخصی دیدیم که این حرکت رو انجام میدن ما یه فشار عجیبی داریم. و در نهایت توی این قسمت که 60 هم حتما بگیرید. معمولا تو اینا رو تو 10 ثانیه انجام بدید. پشت دست رو به هم بچسبونید، یکی بیارید بالا یکی بیارید پایینی، اینا رو قلاب کنید و مچ رو اینجوری بچرخونید. من الان آرنجام صاف نمیشه، باید آرنجتون صاف بشه. وقتی تو از داخل میبرید صاف کنید. حالا بسته به انعطاف دستتون. همین هم 10 تا زدیم برعکسش میکنید. میبینید؟ حالا من مچام چون که انعطافش ضعیف شده خیلی نمیاد جلو، یعنی خیلی باز نمیشه. چند بار اینو انجام دادید بعد 60تون رو میذارید پشت اون انگشت کوچیکه و دستتون رو دورانی میچرخونید به داخل. این هم تو دفاع شخصی هست، معمولا این کار میکنن چون تاندون کش میاد، یه فشار عجیبی داره، یه درد داره. دست رو برعکس میکنید، هر کدوم 5 الی 10 تا میزنید که اون کششی مچ دست تو حالتهای مختلف شکل بگیره. خیلی مهمه این حرکت. حرکت بعدی اینه که دستتون رو به این صورت آرنج صاف فشار میدید. هم این کار رو زمین میتونید بکنید که ما بعداً انجام بدیم، هم میتونید ایستاد این کار انجام بدید. خیلی کوتاه سعی کنید دست پشت قلاب کنید، فاصله بدید از باسن، خیلی مهمه. نیم دایره بالا گردن گرم کنید. ما الان کششی کتف کار کردیم که یه مقدارش مونده البته. نیم دایره بالا و بعد نیم دایره پایین، بالا چپ راست، دوباره همون داستان، پایین چپ راست، نیم دایره پایین. چند تکرار انجام بدید. بعد دایره سمت راست چند ست و بعد دایره سمت چپ. اینو بشمرید که هر کدوم یه تعداد مشخص داشته باشه. حالا میتونه همزمان با منم برید. دستت صفر قلاب میکنید، سر رو به سمت پایین فشار میدید. این کارو معمولا بعد تمرین انجام میدن، ولی من الان انجام میدم چون میخوام قشنگ کش بیاد. بعد سمت چپ محکم فشار میدم و بعد سمت راست. یه فشار دیگه هم هست رو پیشونی که اونو من الان انجام نمیدم. ما درست میکنم.
خب میریم سراغ چرخش کمر. دستا قلاب میشه، سر ثابت یه جا، یعنی یه جا رو ثابت نگاه میکنی، پاها ثابته، فقط بالا تنه میچرخه و بالا تنه کامل درگیر میشه. این کار رو با میله یا یک چوب هم میتونی انجام بدی، منتها یادتون باشه که سر باید جلو ثابت باشه. حالا این مدل دیگهش 2 بار ضربه میخوره و سر باهاش میره، یعنی زاویه‌ای که ما میچرخیم خیلی بیشتر میشه. این خیلی مهمه. حالا ما یه چیزی میذاریم اینجا و کتفو، حالا لبه یه چیزی رو نگه می‌داری، کتفو قشنگ میکشی، سرت از دو طرف کتف باید بیاد پایین‌تر، زانوت صاف باشه، یه حالت 90 درجه‌ای باید داشته باشی که بتونی این کارو انجام بدی. من الان گوشامو نگاه کنید زده و گیره. بعد یک دستو میذاری، سعی می‌کنی آرنج صاف باشه، با این دست فشار میدی، این باز یه قسمت دیگه رو کش میاد. دوباره دستو عوض می‌کنی و همین کار رو تکرار می‌کنی. چند بار این کار رو انجام میدی، چند دقیقه که بتونی خیلی راحت بازخورد بگیری. خب میریم سراغ بعدی. دست رو به دوربین، یعنی رو همون جلو صاف وای میسیم، دست رو از بغل میذاریم رو همون سکو صاف وای میسیم، دست سمت راست دست رو میذاریم و کش میدیم قشنگ. و برعکسش هم همین، دست چپ به سمت سکو قرار میگیره و یه مقدار کش میدیم. حالا اینجا خیلی نمیشه کش داد. دست رو برعکس میکنیم، موازاش وای میسیم، دست رو میگیریم و کش میدیم. یه مقدار هم برعکس این کارو میکنیم. حالا ما اینو تو نشستنی ها میتونیم انجامش بدیم. خیلی من اینجا جدی نرفتم تو این، حالا مزاحم هم داشتیم. دستو قشنگ قلاب کن، کش بده، سعی کن از زیر دستت ببینی. چرا میگم از زیر دستت ببینی؟ برای اینکه بتونی قشنگ کش بدی. بعد بده بغل، کشیشی بغل، همین قلابو انجام بده، کشیشی بغل. این پهلوات باید قشنگ کش بیاد. بعد میریم واسه سمت چپ که قشنگ پهلوهای سمت چپ کش بیاد. این کاری که ما الان انجام میدیم یه روتین ساده است اما کاربردی مهم. دستو از پایین میاری، حالا من اینجا به زور دارم میگیرم و یه دونم از بالا، سعی میکنی اینو قلاب کنی نگهش داری و برعکسش، یعنی دستت از بالا میاری، یه دونم دستت از پایین میاری، اینو قلاب میکنی، سفت انگشتاتو به هم دیگه میگیری و میکشی. خیلی مهمه که بتونی بگیری و بکشیش. حالا من اینجا خیلی دست آسیب دیدم کش نیادم. بعد دست چپ آرنج دست راست میاد رو آرنج دست چپ و کش میده. من اینجا دارم قشنگ میکشم. بعد میاره روی مچ، یعنی با مچ دست راستت مچ دست چپت رو قشنگ اینجوری میگیری و میکشی. خیلی مهمه، فشار میارم. بعد دستتو میبری پشت و با دست راستت دست چپتو میکشی آرنجتو. نگاه کن که قشنگ از این ور بیاد پایین پایین. خوب نگاه کن به این، بیاد پایین و بعد دست رو برعکس میکنه. حالا با دست چپ دست راست رو میکشم، قشنگ بکشی، کششی بیاد، اون دست قشنگ کش بیاد و بعد رو موج، این از رو موج ساعد و صاف، آرنج رو صاف نگه میداری بتونی بری. بعدش هم میبری پشت و در نهایت اینو میکشی، قشنگ راه بدی پشت گن. اگه نتونستی هم کامل انجام بدی ایراد نداره، کم کم این کار انجام بدی که بتونی اینو بازخورد بدی. اگه گذاشت من این ویدیو رو ضبط کنم با کنار باز کنم. حالا میریم سراغ کششی پا. پای راست رو میذاریم جلو. حالا من اینجا زاویه رو عوض کنم که بتونید بهتر ببینید. پا رو راست میذاریم جلو، پای چپ رو میذاریم جلو عقب. سعی کن این زانوت خم نشه جلو. نکن من پایی که گذاشتم اول اینکه به صورت کششی میرم، بعد که گذاشتم خم نمیشه. تو این حرکت که پاتو بذاری بغل اصلا ایراد نداره، خم بشه بیاد جلو مشکل نداره، باید تو اون نره. سعی کن تو کل حرکت بدن صاف باشه. روی پا رو میذاریم و قشنگ این چند تا کار رو انجام میدیم. یعنی اون بالا پایین شدنه حالت ضربه‌ای رو داریم، خیلی کوتاه. سعی کن دست رو پات نذاری. همون پای عقب رو میاریم به سمت مخالف پا و کش میدیم. توی این حرکت باید کشاله رانت باید کش بیاد، حواست باشه. بعد پا رو عوض میکنیم و همینو انجام میدیم. البته قبل از که اونو انجام بدیم ما یک حرکت دیگه ای داریم که اگه سخته اون انجام نده. پا رو میذاریم جلو، زانو رو زمینه و میایم رو همون پا کششی انجام میدیم. این حرکت چون سخته میتونی نزنی، به مرور باید این کار انجام، چون برای زدنش باید آرنج اون پات باید صاف باشه. حالا من همینو از این زاویه با پای برعکس انجام میدم. احتمال میدم که شما با من دارید انجام میدید.
اول پا رو صاف میکنی 90 درجه به زمین و چند تکرار اینو انجام میدی. حالا من میگم 10 تکرار، 10 الی 20 تکرار اینو انجام میدی. سرسینه صاف، قوزه میکنی، دست رو پات نمیذاری، سعی کنی صاف بزنی. ولی توی این حرکت بغل دست رو پات میذاری، ایرادم نداره و یه دستم روی پهلوت. بعد روی پای خیلی فشار داره این حرکت و من توی این فشارش معلوم نیست، اما یه مدت بزنی درست میشه. و بعد از این حرکت میدیم سمت چپ بغل که بتونیم این کششی بغل رو هم داشته باشیم. این حرکت خیلی خوبه اگه درست انجامش بدی، خیلی خوبه، خیلی توی کششی‌های مختلفت کمک میکنه. حرکت بعدی هم که حرکتیه که رو زمین میذاریم، مال کشاله است، اما خوب دقت کن اولا به پای پشت من روی پنجه است، زانو میذارم زمین، اینجایی که دارم نشون میدم صاف باید باشه. اکثر آدما چون کششیشون خوب نیست این قسمت صاف نیست، یعنی خمه. من اگه نگاه کنید صافه زانو و فشار خیلی زیادی داره میاد. اینو که زدی، حالا من اون زاویه رو عوض کنم ببینید توی همین حرکت نکن. من زانومو گذاشتم زمین، پنجه پای عقبم گذاشتم، نشستم روی پام ولی پامو نخوابوندم. این مزاحمه ها بذارم و حالا پای برعکس هم یه بار میرم چون اونجا کم رفته بودم. 2-3 بار اینو حتما برید چون خیلی کمکتون میکنه. بعد بریم سراغ حرکت بعدی که یکم هم نفس بگیرید که هم خودتون رو شروع کنید. صاف وای میستید، زانوتون رو میارید تو سینه جمع میکنید. اینو شما هم میتونید اول کار برید قبل از اینکه گرم کردنتون انجام بدید، هم میتونید آخر. حالا من طبق کارم گذاشتم آخر، هیچ چیزی نیست که اول و آخر برید. یه نکته مهم داره، خوب نگاه کن به حرکت. حالا رفت داخل پا، بعد میاد پشت پا و اینو نگه میده. حالا من اینجا یه جوری نگاه کنم، اگه یه نقطه نگه داری کامل میتونی اینو بگیری. الان از سمت راست من روی پامو گرفتم و بعد یعنی روی پای سمت چپمو گرفتم. الان برعکس میشه. حالا اینجا بعد حواس من پرت کردم به این شکل. نگاه کن از کجا دارم میگیرم، داخلی پام میگیره، من میکشم. یه نقطه خیره شد. مهمترین نکته این حرکتایی که الان پشت سر هم میزنم، یعنی الانم جلو پامو نگه میدارم کش میدم، اینه که شما باید پای برعکستون، کف پاتون باید فشار بیاد، یعنی آتیش بگیره، درد میگیره توی این حرکت. علاوه بر اینکه این کار داری انجام میدی، تو اون پایی که تک وایسادی هم فشار داری، جدا از اینکه اینو کش میاری و کش میدی، اون پا رو فشار داری و اون تعادل باعث میشه کف پات فشار بیاد و حالا آخر. بعد میاری بغل، کشیشه بغل نگه میداری حالت تعادلی و در نهایت تمام. حالا پای برعکس دوباره میکشی تا جایی که تونستی میکشی تو سینه نگهش میداری. بعد دستتو از داخل میاری. خیلی اینو اشتباه میزنن، حواست باشه اینو اشتباه نزن. ویدیو رو قشنگ نگاه کن، دستتو از تو پاتو بگیر. بعد میاریم پشت، تو تمام مدت سعی میکنیم، تلاشمون رو میکنیم که تعادلمون حفظ بشه. بعد میاریم بغل. نمیدونم این پامو آوردم بغل یا نه، چون پام آسیب دیده. آره آورد. میاریم بغل میکشیم. این یه کششی خیلی خوبه. یادتون باشه که خود کششی میشه یه بدنسازی. حالا من اینجا اومدم این کششی رو دارم میرم، سعی میکنم ساق پامو بگیرم و صورتمو به قول گفتنی بزنم به ساق پا یا سینه‌مو بزنم به ساق پا که حالا نرسه. بعد جلو نگه میدارید، پنجه پا رو میکشید و بعد بغل. پا رو جمع کنید تو سینه، نگه میدارید و حرکت آخر کنار خودمون پا رو نگه میدارید. همچون تعادلتون کمک میکنه، همین که اون درگیری عصب عضلاتون باعث میشه که اون فشاره باعث میشه که بدنتون سریعتر گرم بشه. خب یه نفس میگیرید، یه استراحت ریز میکنید، میریم سراغ بعد حرکت‌های زمینی. حالا همین کششی‌ها رو با میخواد روی زمین انجام بدیم. زانوتون رو میکوبید، چند بار این کار رو انجام میدین که پاتون قشنگ چیز بشه، اون کشاله ها ول کنه اگه گرفته باشه.
چند بار این کار رو انجام میدید. بعد کف پاتون رو باید بچسبونید زمین و یعنی ساق پاتون همه رو زمین باشه. زانویی هم که جمع میکنید سعی میکنید زمین باشه. این پا هم تا جایی که میتونید به سمت چپ یا اون پای چپ هم که صافه میچرخه. بعد بدنتون میارید از سمت چپ از سمت راست به سمت چپ. سعی میکنید یه ضربه بزنید. روزای اول خیلی پایین نمیرید، الان منم کم میرم پایین، ولی همین ضربه باعث میشه که فشار روی اون تاندوم بیاد، کشاله پایا و باعث بشه که زودتر گرم بشه. این چند تا ضربه بشمورید. حالا زیادتر هم زدید ایراد نداره، ولی وای نستید. این تعداد زدنه باعث میشه که بتونید بازخورد خوب بگیرید. اگه دستتون رسید پاتون رو میگیرید، سعی کنید زانوی خم هم اینجوری نزنید. زانو صاف اینجوری نباید باشه، باید اینو حتما صافش کنید. اگه دستتون رسید پاتون رو میگیرید، اگه نرسید هیچ ایرادی نداره. حالا من سعی کنم یه ذره حرفه‌ای‌تر انجام بدم، یعنی دستم بیارم تو، با دست راست این کار انجام بدم. حالا این نیازمند کمک میخواد، یعنی یه نفر شما باید داشته باشید که اینو کمک کنه. تنهایی صرفا همین رو میتونید برید، خیلی نمیتونید. حالا من اینجا دنبال یه نفر میگردم که بیاد کمک کنه که بهتون بگم چه جوری کمک کنه. کمک کردن هم خیلی مهمه. از کتف باید بگیره، نه از گردنت بگیره کمک کنه. یه ذره از کتف و یه ذره پایین‌تر حتی. و زانوی سمت راستتون که جمعه حتما یادتون باشه باید به زمین چسبیده باشه، نباید بلند بشه. اینجا رو نگاه کنم، بهش میگم که چیکار کنه. این پامو گرفتم و دارم میرم پایین. حالا مرحله اولی که گفتم باید برید پایین. چند بار که خوب به زانوم نگاه کن، زانوم صافه. این پایی که اینجاست رو گفتم بگیره که نیاد بالا. حالا من نمیاد بالا، ولی برای اینکه شما ببینید گفتم بگیره بیاد. و اون پای سمت چپ هم نگاه کن، زانوم اصلا بازی نمیکنه. بعد همین پا رو خم میکنید به عقب و همین کار رو انجام میدید. دوباره همین ضربه رو انجام میدید، میرید پایین. چند بار این کار رو انجام میدید که قشنگ فشار بیاد روی پاتون. اگرم کم میرید یا ضعیف میرید هیچ ایرادی نداره. حالا مثلا من چون انعطافم یکم بهتره تونستم کف پامو راحت بگیرم. حالا همین کار رو برعکس انجام میدید. پای چپتون جمع میکنید، پای راستتون تا جایی که میتونید میدید بغل. اولش یه کوچولو من با بازی شروع میکنم. 10 تا الی 20 تا این تکرار رو انجام میدم. یعنی میام بغل و با یه وزن خودم این کار میکنم. نگاه کن زانوم یکم داره میاد بالا. این زانو نباید بیاد بالا. اولش ایراد نداره، حالا برای اینکه داری گرم میکنی. چون من توی ویدیو از کسی استفاده کردم که زانومو نگه داره و این کار رو انجام بده. من دستمو میگیرم، مچ دستمو، و با این دست میکشم. اینو میبینی داره میاد بالا، اینو نگه میدارم پایین و این کار رو انجام میدم. چون من قراره یه ذره سنگین کار کنم، یه نفر فشار بیاره، یه ذره اون کار جدی نگرفتم که صرفا گرم بشه. حالا گفتم که بیاد این پا رو بگیره که شما ببینید، ولی اگه حریف تمرین ندارید نباید این کارو بکنید. یعنی نباید بذارید پا بیاد بالا. من دستو میدم تو، با این یکی دستم پا میگیرم و سعی میکنم که بدنمو بچرخونم و بغل بیارم بالا. دقتم کنید دوباره مجدد به زانو صافه. به اونا هم که اون پشت چی کار میکنن اصلا نگاه نکنید. اونا دارن تمرینش رو میزنن و حالا جایی هم میزنن که من پا رو جمع میکنید داخل، این پا رو میکشید دوباره همین شکلی سعی میکنید از بغل بیارید و اون کششی رو انجام بدید. باز دارم میگم ببین چند بار این نکته رو گفتم. نگاه کن چیکار میکنه این زانو. سعی کن صاف باشه، به هیچ عنوان زانو خم نشه. حرکت بعدی اینه که دوباره باز همین جفا رو میذارید و این کار انجام بدید. یه نکته ای داره تو این حرکت، کف پاتون زمین. یه پا رو نگاه کن، من دارم قشنگ میارم زمین، یه پا رو نمیارم. من چون کشالم مشکل داره این کارو نمیکنم، پام در میاد. ولی شما جفا رو حتما بیارید پایین. بعدش دوباره باز همین شکلی پا رو صاف میکنی، 2-3 تا ضربه بزنید. بعد سعی میکنی کف پاهاتو بگیری بری پایین. سعیتون میکنی، نمیگم که حتما این کار رو انجام بدی، یا سعیتون میکنی که بری پایین و این کار رو انجام بدی. اگه بچه‌ها بذارن مجدد ول نمیکنه و برو دیگه. کف پاتو میگیری اگه تونستی، اگه نتونستی ایراد نداره. یعنی حتما لازم نیست که تو بگیری. اگر تونستی و اگر نتونستی سعی کن دستتو مشت کنی. این زانو رو اول که صاف کن، به هیچ عنوان خم نکن، بعد دستتو مشت کن بیا پایین.
یا دستتو صاف کن بیا پایین. چند بار این کار انجام بده. سرسینه هم سعی کن صاف باشه، بوز نکنی و صورتتو بیاری پایین ها. نه، فقط سرسینه صاف میری پایین. من میتونم پامو بگیرم و میگیرم و میکشم. این مثلا خیلی مهمه. میکشم میرم پایین. سعی میکنم که زانوام خم نشه تحت این شرایطی. حالا اگه بتونی مثلا قلاب میکنی نزدیک پشت پات که حالا اینجا من خیلی نتونستم که بندازم، واجبم نیست. دوباره من یه چند بار اینو تکرار میکنم، زانومو به هم میزنم و حالا پا رو باز میکنی، چون کشاله باز شدن پا یه کشاله دیگه ای هستش. پاتو باز میکنی و اول جلو رو میری. باز این کشاله زیر زانو کش میدیم. چندین بار داریم به شکل‌های مختلف داریم این کشاله رو کش میدیم. اینجور جاها من یه چیزی میذارم جلو و سعی میکنم دستم بهش برسونم و جلو رو که زدیم یه چند تکرار 10 الی 20 تکرار که جلو رو زدیم. حالا من اینجا میذارم فشار اومد. میریم واسه چپ و راست کردن. یعنی همین کشاله رو میریم چپ و راست، میریم راست و بعد میریم چپ، راست چپ، راست چپ. تو تمامش اگه نگاه کنید زانوی من صافه. سعی کن زانو صاف باشه حتما. به هیچ عنوان زانو تو خم نکن. تو این جور حرکت یه نفر میتونه بشینه جلو دستتو بگیری و بکشه و یه نفر از پشت حتی زانو تو نگه داره و بدن تو هل بده که حالا من هیچ کدوم اینا رو انجام ندادم. احساس کردم شما تنهایی. حرکت بعدی روی مچ دسته که حالا من میام عقب روی این زاویه نگه میدارم، دستتو میذارم زمین. سعی میکنم با عقب جلو رفتن این مچ رو تو حالتهای مختلف گرمش کنم. دستمو برعکس میذارم، باز همین حالت رو انجام میدم. وقتی عقب میام الان روش فشاره و داره اون فشاری که میخوام رو میاره. این حرکت خیلی خوبه واسه کسایی که مچ دستشون درد میکنه. حالا من روی دستم یه چند بار گذاشتم. سعی میکنم که آرنجت صاف باشه. یه چند ثانیه این دست رو نگه داری. حالا میره روی مچ پا. ببین آقا من روی پا رو گذاشتم زمین و نشستم روی پام. حالا برای اینکه یه ذره سنگین ترش کنم روی پام میشینم و روی مچ دارم فشار میارم که این کششیه قشنگ انجام بشه. چند تکرار اینو انجام میدم که خیالم راحت بشه. بعد اینجا من یه چیزی نذاشتم، مچ پاتو باید بچرخونی قشنگ گرم کنی که حالا اینو ببخشید اسلام میشه سریه. بعد میایم توی اسکپ پولاب که حالا این اسکپ رو فقط داریم گرم میکنیم. حالت شنا قرار میگیرید. آرنجا کاملا صاف، آرنج کاملا صاف و فقط کتف و عقب جلو میکنیم. چند تکرار هم اینو میری که خیالت راحت باشه که کتفت باز شده نمیگیره و میتونی این کار انجام بدی. یه حرکت دیگه هم هست دوره باز به کمر کمک میکنه که ما بهش میگیم گهواره. پا رو جمع میکنی کامل تو سینه و با گردن و با اون فشار عقب جلو میکنی. اینجوری پا رو جمع خم نمیکنی، جمع کنی بعد باز کنی. نه، این اشتباهه. پا جمع تو سینه، سعی کن با گردن. چرا این کار رو انجام میدی؟ تا اون هلال پشتت شکل بگیره و کامل حالت گهواره رو به خودش بگیره. چند تکرار که انجام میدی دیگه کافیه، یعنی اوکی میشه. بعد تک بار هم میتونی صاف کنی پای چپتو و یک بار این کششی رو انجام بدی که ببینی که اوکیه. که ما اینو انجام دادیم. من خیلی کوتاه خیلی ریز این کار انجام دادم. چند ثانیه نفس میگیرم که نفسم بیاد بالا و در نهایت اصولا من اینجوری گرم میکنم. قسمت بعدی رو براتون میذارم تا بتونید به نتیجه برسید.